چرا اون مکتوب را نخواندی پادشاه؟ لازم نبود. چرا؟ سرورم، نفری میگوید شما از او قرض دارید. ما او را به دربار دعوت کرده کمی مبلغ هم دادیم، اما او نرفت. حالا کجاست؟ اینجا سرورم. دعوتش کنید. هرچی فرمودید. او را دعوت کنید. گوش میکنم. چی معما داری؟ سرورم، شما نزد من قرضی دارید. چگونه نزد شما قرض دارم؟ سرورم، من به تجارت مشغول بودم. مفلس شدم. بسیار قرضدار شدم. هر شب پیش از خواب خدا را عبادت میکردم. جناب، سرورم میپرسند که چگونه است تو قرض دارند. همین را گفته ایستادم. هر شب پیش از خواب عبادت میکردم. دیشب در خواب پیامبر درود خداوند بر ایشان باد را دیدم. صلی الله علیه و سلم. آن کس به من گفتند به حمید رسان که دیشب ذکر ما را فراموش کرد و صلواتی را که هر شب می فرستاد انجام نداد. گفتند برو هرچی میخواهی از او بپرس. چی گفتی؟ حمیدی ما بگیر فرزندم. یک بار دیگر بگوی چی گفتند؟ حمیدی ما بگیر فرزندم. میتوانی یک بار دیگر تکرار کنی؟ وقتی در خواب پیامبرمون را دیدم گفتن حمیدی ما بگیر. یک بار دیگر بگوی فرزندم. حمیدی ما گیر فرزندم. جناب، مگر کفایه نیست؟ کافی است. من با اینها همه قرضم رو میدهم. خدا یارت باد. سرورم، او قریب همه داراییتان را می برد. تو چی ها می گویی پادشاه؟ به خدا قسم، اگر که او می پرسید من همه بایگریم را می دادم، حتی ملکم را. دیروز ما تا به وقت شب کار کردیم. روی میز خوابم برد و فراموش کردم که صلوات بفرستم. ما خطا کردیم. بگذار خدا ببخشد. ما خطا